مطمئنم سرمایه‌گذار فرشته اصطلاحی که به گوشت خورده. سرمایه‌گذار فرشته یا انجل اینوستور کیه؟ یه فردیه که یه فرد عادی ولی فردیه که سرمایه‌دار هست و این سرمایه‌شو میاد توی استارتاپ هایی که تو مراحل اولیه خودشون هستن تاکید میکنم تو مراحل اولیه و احتمال شکست یا موفقیت براشون متصوره، میان این ریسکو میکنن که سرمایه‌شون رو میارن توی این استارتاپ سرمایه گذاری میکنن با یه دید 5 تا 10 ساله، یعنی یه بازه زمانی 5 تا 10 ساله رو برای کارشون در نظر میگیرن و در ازای پولی که تزریق میکنن توی استارتاپ چیزی که میخوان اینه که یه کرسی هیئت مدیره رو داشته باشن یا میتونن تعدادی سهام درخواست کنن در قبال این پول، چون استارتاپایی که تو مرحله اولی هستن نمیتونن وام بانکی بگیرن به خاطر اینکه نه سابقه طولانی مدتی دارن و نه دارایی به اون صورت دارن. بنابراین این افراد میان فداکاری میکنن، در قبال فداکاریشون هم یه سود حداقل 10 برابری و موقعی که استارتاپ به رشد رسید، به ثمردهی رسید، اون موقع میان درخواست میکنن.